کلیسای کاتولیکی در شهر دوشنبه تجمع سفیران بعضی از کشورهای مقیم تاجیکستان به یاد قربانیان گلادامور یا قحطی در اوکراین. حادثه‌ای که یک عصر پیش روی داد تا 10 میلیون قربانی داشت. والری یevdokimov سفیر اوکراین در تاجیکستان در این کار مسئولان شوروی سابق را گناهکار کرد. روسیه بارها گفته است که ایده درباره فقط هدف گرفتن مردم اوکراین درست نیست، چون حاصل کم در آن سالها سبب مرگ مردم زیادی روس، قزاق و ملت‌های دیگر نیز شد. یevdokimov میگوید اوکراین زمین‌های حاصلخیز زیاد و مردم خوراک کافی داشتند، اما چون از ساخت شوروی ناراضی بودند دچار قحطی سونی شدند. Когда людей забирали не только зерно, а все продовольствие, конечно же, последствия были катастрофическими. ولی وقت مقامات از مردم تمام ذخیره خوراکواریشان را گرفت، عاقبتش فاجعه بار شد. تاریخ‌نگاران تا حال در موضوع آمار دقیق این فاجعه و تا چند سال دیگر احساس شدن پیامدهای آن به نفوذ اهالی اوکراین بحث می‌کنند. این قحطی صنعی تنها به یک قشر تأثیر نگذاشت، بلکه بیشتر از همه کودکان و جوانان و بزرگسالان در نتیجه آن جان باختند. سفیر اوکراین جنگ به اساس روسیه را به ضد اوکراین در تقریباً 2 سال اخیر ادامه به گفته‌اش همین سیاست استالینی نامید. نماینده رسمی اتحاد اروپا در تاجیکستان تصدیق کرد که جمهوری‌های دیگر نیز شاهد قحطی بودند، اما نه به آن حدی که وضعیت در اوکراین بود. در زمان رژیم استالینی همه خلق‌ها مجبور بودند این وضعیت را تحمل کنند. ملتم لیتوانی است و می‌دانم که بیش از 100,000 لیتوایی به سیبیر به منطقه ورکوتا به درگاه شده، اکثر آنها هلاک شدند. آن سالها اهالی لیتوا 3 میلیون نفر بود و 100,000 نفر برای جمع اهالی کشورم رقم اندک نیست. اینها همه گل سری سبد ملت بودند، معلم و زیایی. گلادامور یا قحطی یک عصر پیش هنگام راه‌اندازی ساخت کالخوز و سوخوزها در جمهوری‌های سابق شوروی روی داد. مورخان میگویند در سالهای اول تأسیس کالخوزها در تاجیکستان و قزاقستان هم هزارها نفر به هلاکت رسیدند. ولی در تاجیکستان این روز را به یاد نمی‌آورند. تعداد جان باختگان نیز معلوم نیست.